نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني وكان لي السبيل إلى المعالي ونورا للهداية والبيان. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم انک حمید مجید و بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم انک حمید مجید. عرض سلام دارم و ادب و احترام خدمت همه شما خوبان و سروران. امیدوارم هر کجا که هستید در سایه توفیقات الله متعال هر روز و هر لحظه زندگیتان زیباتر از روزها و لحظات گذشته آن سپری گردد. در یکی دیگر از برنامه‌های بررسی آیات کلام الله مجید با شما عزیزان خواهیم بود با سوره دیگری از سوره‌های کلام الله مجید، سوره مبارکه طلاق. همان گونه‌ای که از نام این سوره مشخص هست، الله متعال در این سوره درباره موضوع طلاق و احکام طلاق صحبت می‌فرماید. حکایت تلخی که یک دستورالعمل برای خارج شدن از یک بن‌بست در زندگی اسلام تجویز کرده است و حکایتی است که حکایت تلخی است، اما در این سوره الله متعال در لابلای بررسی احکام تلخ طلاق برای ما آیات عجیبی رو ذکر می‌فرماید که این آیات از امیدوار کننده ترین آیات در قرآن کریم است و قرار گرفتن این آیات در حکایت وصف احکام طلاق و بیان این موضوع تلخ نشان از این دارد که در سخت‌ترین شرایط و تلخ‌ترین حکایت ها هم باید امیدوار باشی توی انسان مسلمان به پروردگارت و به ربت. در این سوره مبارکه می‌خوانیم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها النبی، ای پیامبر نازنین من، اذا طلقتم النساء، وقتی که میخواهید شما مسلمان ها، تو و پیروانت، زنی رو طلاق بدهید، به بن‌بست خورد زندگی و به این نتیجه رسیدید که باید جدا بشید از هم، شما مسلمان ها، فطلقوهن لعدتهن، پس طلاقشون رو در ایام عده اونها قرار بدید. اون ایامی که وقت طلاق هست، مراد اینجا زمانی است که طلاق در سنت رسول علیه السلام در این زمان باید صورت بگیرد. در دستور رسول الله علیه السلام طلاق زمانش طهر است، وقتی که خانم از عادت ماهانه پاک شده و پاک است و در این دوران پاکی همسر با اون نزدیکی و رابطه زناشویی نداشته، الان باید طلاق بده. این سنت طلاق در اسلام است. فطلقوهن لعدتهن، در ایام پاکی از عادت ماهیانگی در اون ایام او رو طلاق بدید، اونم یک طلاق. و اون ایامی که مرد با او به همبستر نشده در این دوران. و احصوا العده، و عده او رو در نظر بگیرید، عده او رو در نظر بگیرید. در سوره مبارکه بقره الله متعال می‌فرماید که عده اونها 3 عادت ماهانه است. والمطلقات یتربصن بانفسهن 3 قروء، و زنهایی که طلاق داده شده اند 3 عادت ماهانه رو صبر بکنن. این عده طلاق است و به اسم عده طلاق معروف است. واتقوا الله ربکم، و از الله متعال که پروردگار شماست بترسید، از این که ظلمی بکنید به زنتان، از این که نادیده بگیرید این روش رو در طلاق. طلاق این هست که در عادت ماهانه که تمام شد و طهر آمد، در ایام پاکی طلاق صورت میگیره و یک طلاق هم نباید بیشتر گفته بشه، بعد صبر میکنه طرف تا عادت بعدی. اینها حکمت هایی است که در این دوران باید
به این گونه پیش بره تا شاید پشیمان شدن و برگشتن و راه برگشتی و بازگشتی برای اونها باشه. و در این دورانی که یک طلاق داده شده حق نداره مرد زن رو از خانهش خارج بکنه. لا تخرجوهن، اونها رو بیرون نکنید، من بیوتهن، از خانه خودشان. حتی الله متعال نمیفهمد من بیوتکم، از خانه خودتون شما مردها، ولو این که صاحب خانه مرد است و این خانه مرد حساب بشه. اینجا الله متعال میفهمد اون زنی که حتی طلاق داده شده اون رو از خونه خودش بیرون نکنید. دستور اسلام این است که بعد از طلاق تا عده تمام نشده زن باید در داخل خانه خودش، همون خانه رو الله تعالی میفهمد این خانه مال زن هست، این خانه مال زن هست، مخصوصا زنی که فرزند داره، مادر این خانه است، اهل بیت است. مثلا وقتی میگیم اهل بیت به زن اطلاق میشه. اهل بیت کسی که همیشه داخل خانه است. الله متعال اینجا تعابیری که استفاده میشه عجیب است. این زنی که طلاق دادی حتی خانه مال اوست، فراموش نکن، او رو از خانهش بیرون نکنید. ولا یخرجن، خودش هم بیرون نره، خودش هم از این خانه بیرون نره، الا ان یاتین بفاحشه مبینه، مگر اینکه گناهی از او سر بزنه، فساد اخلاقی مشاهده بشه که در اون حالت اون موقع دیگه این حکایت فرق خواهد کرد و او از خانه اخراج خواهد شد. و تلک حدود الله، و اینها حدود الهی است، اینها مرزهای الهی است و خط سرخهای الهی است و دستورات و اوامر الهی است که باید اطاعت بشه و هر کسی که نادیده بگیره. و من یتعد حدود الله، و هر کسی که نادیده بگیرد حدود الهی رو، فقط ظلم نفسه، به خودش ظلم کرده. اون انسان به خودش ظلم کرده. کسی که دستورات الهی رو نادیده گرفته به خودش ظلم میکنه. در موضوع طلاق، اگر کسی طلاقی که انجام میده بر مبنای سنت نباشه، یعنی روشی که رسول الله علیه السلام امر کرده، خودش ضرر میکنه. یک دفعه طرف میاد در جا میگه طلاق طلاق طلاق، 3 طلاق در یک جلسه و بعدش پشیمان میشه. بعد اینجا کی ضرر کرده؟ خودش ضرر کرده، خانواده‌اش رو از دست داده، بچه‌هاش رو از دست میده. خودش اگر این چیزها رو نادیده بگیره گناه کرده و عصیان کرده و این گناه به ضرر خودش است، زندگیش رو از دست میده، زندگیش از هم میپاشه. پس در موضوع طلاق الله متعال تاکید میفرماید که به خودتون ظلم نکنید، دقت بکنید، اون موضوع رو جدی بگیرید، بر همین مبنا پیش برید. نیاد یک دفعه همه چیز رو خراب بکنید، صبر بکنید. اگر میخواید جدا هم بشید صبر بکنید، کم کم جدا بشید، وقت بدید به یک دیگر، فرصت بدید، اون بگذارید در داخل خانه بمانه، اون داخل خانه باشه، جلوی چشمتون باشه. لا تدری لعل الله یحدث بعد ذلك امرا، تو چه میدانی؟ تو نمیدانی. لا تدری، ای مرد تو نمیدانی. لا تدری، تو چه میدانی؟ لعل الله، شاید که الله تعالی یحدث بعد ذلك امرا، پدید آورد بعد از این یک کاری. شاید الله متعال یک امری رو ایجاد کرد، یک اتفاقی افتاد که تو نمیدانی. شاید این زن در مسیر طلاق کنون قرار گرفته، تو پشیمان شدی و برگشتی و این طلاق انجام نگرفت. بعد اون موقع دیگه فرصت داری برای برگشت، خانه رو از بین نبردی، فرزندانت رو جا آواره نکردی، قانون خانواده رو خراب نکردی، خودت رو در به در نکردی. لا تدری لعل الله یحدث بعد ذلك امرا، صبر کن، آرام آرام طلاق بده، شاید دیدی اتفاق دیگری افتاد. این معنای آیه در سیاق و سواق این آیه است. اما این خودش یک قاعده کلی است. این رو بنویسید، بزنید به در دیوار خانه ایتان تا همیشه پیش چشمتون باش. لا تدری لعل الله یحدث بعد ذلك امرا، این رو حفظ کنید، این جمله رو حفظ کنید. لا تدری لعل الله یحدث بعد ذلك امرا، تو نمیدانی، شاید بعد از این الله متعال امری رو در نظر گرفته، تو چه میدانی؟ هر جا که به مشکل خوردی، مصیبتی برای تو آمد، سختی برای تو آمد، به بنبستی رسیدی، بگو لا تدری لعل الله یحدث بعد ذلك امرا، تو چه میدانی؟ شاید الله متعال برای تو امری رو در نظر گرفته. به این دل خوش باش، این وعده الهی رو فراموش نکن. هر جا در زندگی شکستی خوردی، هر جا که تجارتت مشکل پیدا کرد، هر جا مریض شدی، هر جا مصیبتی پیش آمد، لا تدری لعل الله یحدث بعد ذلك امرا، دوستانت از تو جدا شدن، مشکلات و سختی ها برای تو پیش آمد، لا تدری لعل الله یحدث بعد ذلك امرا. حتی اگر طلاق گرفتی، حتی اگر از همسر جدا شدی، در سخت ترین شرایط، طلاق یک بحران عجیب است، یک خانواده ها رو به هم میریزه، مشکلات زیادی ایجاد میکنه. با این وجود باز هم ناامید نباش. لا تدری لعل الله یحدث بعد ذلك امرا.
اگر نامزد تو رو ول کرد و رفت، اگر همسر تو رو طلاق داد و رفت، اگر به تو ظلم شد، اگر مشکلاتی در زندگی تو وجود آمد، اگر یک شبه از این رو به اون رو زندگی تو، اگر تجارتت رو از دست دادی، اگر هر مشکلی که در زندگی تو پیش آمد، این رو آویزه گوشت کن، پیش روی خودت بگذار. لا تدری لعل الله یحدث بعد ذلك امرا. تو چه میدانی؟ شاید الله متعال برای تو چیزی در نظر گرفته که تو نمیدانی. رضا به داد بده و از جبین گره بگشای. راضی باش به رضای الله متعال. لا تدری لعل الله یحدث بعد ذلك امرا. تو چه میدانی که الله متعال برای تو چی آماده کرده؟ چه اتفاقهای تلخی که بعدش حقایق شیرینی نهفته است، چه حوادثی که بعد از اون میبینیم که این حادثه به نفع طرف است، چه توفیقهای اجباری، چه مصیبتهایی، چه غمها و اندوهایی، چه هجرتهایی، چه مشکلاتی که بعد از اون میبینیم که فرج و خوبی وجود داره. هر وقت که ابرها در آسمان تیره و تیره و تیره تر و تیره تر میشن، این نشان از این داره که بارانی زیبا پیش روی توست و میبینی که این آسمانی که هی داشت تاریک میشد و ابرهای غم و اندوه تیره و تیره و تیره به این آسمان سایه می انداختن و زمین رو سایه کرده بودن و تاریک کرده بودن، یک باره رعد و برقی ایجاد میشه و بارانی شروع به باریدن میکنه و تراوتی رو ایجاد میکنه و این ابرها میروند و اون تراوت باران باقی میمانه و شکوفه هایی که از این باران بعدها از زمین خارج شده و دیگر از اون ابرهای سیاه خبری نیست. بلکه اگر اون ابر سیاه نمی آمد، این شکوفه زیبا اینجا نمی روید و این تراوت برای این زمین و سرسبزی و خرمی ایجاد نمی شد. لا تدری لعل الله یحدث بعد ذلك امرا. تو چه می دانی که الله متعال برای تو چی در نظر گرفته است؟ راضی باش به رضای الله متعال حتی در وقت طلاق، حتی وقتی که بزرگترین حادثه اتفاق روحی، بزرگترین بحران روحی زندگی خودت رو تو تجربه میکنی. لا تدری لعل الله یحدث بعد ذلك امرا. دل بده به الله متعال، راضی باش و قبول کن هرچه الله متعال برای تو انتخاب کرده. فاذا بلغن اجلهن، وقتی که نزدیک شد پایان عده زنهایتان، فامسکوهن بمعروف، یا اینکه به نیکی و خوشی اون رو نگه دارید و این طلاق رو پایان بدید، طلاقی که رجعی هست و هنوز وقت دارید برگردید. او فارقوهن بمعروف، یا اینکه به خوبی و خوشی ازش جدا بشید. فراموش نکنید شما زن هم دیگه بود، زن و شوهر هم دیگه بودید. فراموش نکنید شما همسر هم دیگه بودید. فراموش نکنید اون لباس تن شما بود و شما لباس تن اون. فراموش نکنید خلوت هایی رو که با هم داشتید، شما محرم اسرار هم بودید. الان شایسته نیست که این رو چند روز دنیا رو که از عمرت باقی مانده از خودت نام بدی به جا بگذاری. اگر واقعا هم نمیتونی زندگی رو ادامه بدی، به خوبی و نیکی تمام به پایان برسان، یا به خوبی نگرش دار یا به خوبی ازش جدا شو. این گونه نشه که آزارش بدی، این گونه نشه که اون رو اذیت بکنی فقط به خاطر اینکه مهرش رو ببخشه و خودش از تو تقاضای طلاق بکنه و این رو آزار نده. یا به خوبی میتونی باش زندگی بکنی، نمیتونی به خوبی و خوشی و احترام ازش جدا شو. و اشهدوا ذوی عدل منکم، وقتی که جدا میشید دو تا شاهد عادل بالغ مرد بیارید تا دلالت بکنن و گواهی بدن بر طلاق شما که ثابت بشه که شما طلاق دادید همدیگر رو. و اقیموا الشهادة لله، و شاهدان شما به خاطر الله متعال شهادت رو برپا دارن و شاهد شما باشن و منافع خاصی در ذهن اونها نباشه و در این شهادت دادن خودشون صادق باشن و خالصان رفتار کنن. ذلکم یوعظ به من کان یؤمن بالله والیوم الاخر. این پیامپند برای کسانی از شماست که ایمان دارن به الله و روز قیامت. الله متعال شما رو پند میده، کسانی از شما که به الله و روز قیامت ایمان آورده‌اند، این رو مد نظر داشته باشید، احکام الهی رو فراموش نکنید. اگر جدایی هم صورت گرفت، الان بعد از طلاق است و جدایی صورت گرفته، دو نفر از هم جدا شدن، سختی ها و مشکلات در زندگی میاد، الله متعال راهکار ایجاد میکنه. الله متعال میفرماید حتی برای تویی که طلاق گرفتی، حتی برای تویی که مصیبت دیدی، حتی برای تویی که مشکلات در زندگی وجود اومده، حتی برای تویی که به بنبست رسیدی، راه حل اینجاست. هر کسی که در زندگی دچار بحران شده، دچار مصیبت شده، دچار نگرانی شده، دچار اضطراب شده، دچار مشکلی شده، رزقش مشکلات پیدا کرده، شرایط اقتصادیش دچار بحران است، سختی های زندگی روز به روز بیشتر و بیشتر میشه، حلقه مشکلات از هر لحظه تنگتر و تنگتر و تنگتر میشه، انسان کم آورده، نمیدونه که چی کار بکنه، راه حلش اینجاست. بیا اینو تجربه کن.
بیا کلید مشکل تو اینجاست. بیا کلید تمام مصیبت ها و سختی های تو اینجاست. و من یتق الله یجعل له مخرجا. هر کسی که تقوای الله متعال رو پیشه کنه، الله متعال برای او راه برون رفت از مشکلات رو نشان خواهد داد. تقوا پیشه کن، اطاعت از دستورات الله متعال و پرهیز از آنچه که الله متعال تو را از اون نهی کرده سبب میشه تا تو الله متعال درهای رحمت رو به سمت تو باز میکنه، راه برون رفت از مشکلات رو برای تو باز میکنه. این حلال مشکلات است، تقوا. این کلید مشکلات است، تقوا. و من یتق الله یجعل له مخرجا. هر کسی که تقوای الهی رو پیشه میکنه، الله متعال برای او راه برون رفت رو نشان میده. از جای مشکل تو رو حل میکنه که اصلا نمیتونی تصور بکنی. و یرزقه من حیث لا یحتسب. اون رو رزق میده از جایی که هیچ گمانشو نمیکنه. هر کسی که تقوای الهی رو پیشه بکنه، هر کسی که با الله متعال رابطه خودش رو خوب بکنه، الله متعال و یرزقه من حیث لا یحتسب یجعل له مخرجا. هر جایی که به مشکل خوردی، هر جایی که به بنبست رسیدی، هر جایی که احساس میکنی دیگه همه عاجز موندن از حل مشکل تو، اگر بیماری در بستر بیماری داری، اگر بحران اقتصادی داری، اگر مشکل روحی داری، اگر مشکل تحصیلی داری، اگر دچار صاحب فرزند نمیشی، اگر هر چی که میخوای تصور بکنی، هر مشکلی رو که تو برای من پیشنهاد بکنی، بگی این مشکل رو دارم، من میگم راه حلش اینه. و من یتق الله یجعل له مخرجا. بیا امتحان کن، بیا این رو هم امتحان کن. چه ضرری میکنی؟ 200 بد کردی و دیدی ثمرش را، نیکی چه بدی داشت یک بار نکردی. این رو هم امتحان کن، این راه حل رو هم پیش کن. و من یتق الله یجعل له مخرجا. برای تو راه برون رفت از مشکل رو ایجاد خواهد کرد. به والله اگر آسمان به زمین بچسبد، الله متعال برای نجات متقیان سوراخ‌هایی در این آسمان ایجاد خواهد کرد که از اون خارج بشن و اونها رو نجات خواهد داد. و من یتق الله یجعل له مخرجا. هرگز انسان متقی امکان نداره که در مصیبت ها تنها بماند. الله متعال او رو نجات خواهد داد. یجعل له مخرجا. بلو این که مانند یوسف علیه السلام پشت 7 در بسته متوالی باشی و درها قفل باشه، تو تقوای الهی پیشه کن. به خاطر الله تعالی بگو معاذ الله، من به الله تعالی پناه میبرم، و بزن به در بسته، درهای بسته هم به سوی تو باز خواهد شد. و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. از جایی به تو رزق خواهد داد که اصلا در گمان تو نیست. اصلا در تمام احتمالاتی که تو می نوشتی پیش روی خودت میگذاشتی، این یکی رو نمیتونستی در احتمالت داخل بکنی، این یکی رو نمیتونستی تصور بکنی. اما الله متعال تو رو از جای رزق خواهد داد که خودت متحیر ماندی. از کجا آمد؟ مشکلاتی هست، سختی هایی هست، مصیبت هایی هست. از جای یک دفعه مشکلی حل میشه که انسان در متحیر میمونه، انسان عاجز میمونه که چطور توجیه بکنه این کار رو. و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب و من یتوکل علی الله فهو حسبه. هر کسی که بر الله متعال توکل بکنه، الله متعال بر او کافی است. هر کسی که اعتماد بکنه به الله متعال، به رحمان الرحیم، به مالک یوم الدین، به ذی الجلال و الاکرام، به عزیز حکیم، به اون کسی که اختیار آسمان ها و زمین به دست اوست، هر کسی که به او اعتماد بکنه، فهو حسبه. نفرمود که الله متعال کفالتش رو به عهده میگیره، نفرمود که بهش رزق میده، نفرمود که الله متعال مشکلش رو حل میکنه. خود ذات مبارک الهی رو الله متعال فرمود خود ذات الهی برای او کافی است. الله متعال وجود نازنین خود رو برای او کافی میداند. الله متعال میفرماید هر کسی من اعتماد بکنه، من وجود من برای او کافی است. و من یتوکل علی الله فهو حسبه. آیا این آیه کافی نیست تا من تویی که به الله متعال ایمان داریم دیگه غم و غصه و مصیبت ها در زندگی من و تو رو نگران نکنه؟ آیا همین قدرش کافی نیست؟ این آیه از ابتدا تا انتهاش هر جمله او میطلبه که دربارش بشینیم و فکر بکنیم و باش زندگی بکنیم. با این ابتدا تا انتهاش امید هست. چند تا امید پشت سر هم. و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب و من یتوکل علی الله فهو حسبه. هر کسی که به الله متعال اعتماد بکنه،
الله متعال برای او کافی است. الیس الله بکاف عبده، آیا الله متعال برای بنده خود کافی نیست؟ اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، کیه که دعای درمانده رو اجابت خواهد کرد آن لحظه‌ای که میطلب او رو و اون سوء و مصیبت رو از او دور میکنه. ادعونی استجب لکم، از من بخواهید و مرا بخوانید تا شما را اجابت کنم. و اذا سألک عبادی عنی، وقتی که بندگان من از تو درباره من بپرسن، فانی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان، من بسیار نزدیکم و دعوت کننده و دعا کننده رو میشنوم. و نحن اقرب الیه من حبل الورید، و ما از شاهرگ گردن به بنده خود نزدیکتریم. اگر در زندگی من و تو مشکلی است و تا امروز حل نشده، برمیگرده به مشکل من و تو در ایمان من و تو، برمیگرده به مشکل توکل من و تو، برمیگرده به مشکل رابطه من و تو با الله متعال. چرا من و تو در الله متعال رو نزدیم؟ در خونه این رو میزنیم، در خونه اون رو میزنیم، به این رفیق، به اون دوست، به این آشنا رو میندازیم، ذلیل میکنیم خودمون رو. آیا قبل از این که پیش بندگان الله متعال بریم شده که جانمازمون رو پهن بکنیم پیش الله متعال و از الله متعال خاضعانه بخوایم و التماس بکنیم و توکل بکنیم و اشک بریزیم برای الله متعال تا مشکلات ما رو حل بکنه؟ و من یتوکل علی الله فهو حسبه، الله برای بندگانش کافی نیست؟ آیا الله با این عظمت برای بندش کافی نیست؟ چه وعده‌ای، چه مژده‌ای بالاتر از این در قرآن کریم می‌خوایم پیدا بکنی؟ و من یتق الله یجعل له مخرجا، برای تو راه برون رفت از مشکل رو پیدا میکنه. رزقت مشکل داری، گلایه میکنی، رزق معنای وسیعی داره. فرزند صالح رزق، مال رزق، اخلاق رزق، همسر صالح رزق، تحصیلات رزق، دانش رزق، هر چی دوست خوب رزق، مال خوب رزق، سرمایه خوب رزق، خانه خوب رزق. و یرزقه من حیث لا یحتسب، از جایی به تو رزق میده که تو باور نمیکنی. هر مشکلی داشته باشی الله تعالی برای تو حل خواهد کرد. و من یتوکل علی الله فهو حسبه، هر کسی که به الله متعال اعتماد بکنه الله متعال برای او کافی است. ان الله بالغ امره، الله متعال امر خود رو به سرانجام میرساند. الله متعال کاری رو که بخواد انجام بده کسی جلوی او رو نخواهد گرفت. اما این رو خوب مد نظر داشته باش، اگر دعایی کردی و الله متعال احساس کردی دعای تو رو، استجابت دعای تو رو به تأخیر انداخته است، دعا ردخور نداره، هر دعایی قبول میشه اما دیر یا زود داره و این رو حکمت الله متعال تقاضا میکنه، چون خیر تو رو میخواد چه وقتی دعای تو رو استجابت بکنه. اگر دعای تو دیرتر استجابت شد بدان که قد جعل الله لكل شیء قدرا، الله متعال برای هر چیزی یک زمانی مشخص کرده، یک شیئی رو مقدر کرده، یک تقدیری داره، رقم زده زمان اون تقدیر رو که این زمان چه وقتی زمانش فرا میرسه. قد جعل الله لكل شیء قدرا، هیچ غمی بی پایان نخواهد بود و هیچ سعادتی تا ابد ادامه نخواهد داشت. این رو به عنوان یک قاعده در زندگی خود بپذیر. قد جعل الله لكل شیء قدرا، الله متعال برای هر چیزی یک زمانی مشخص کرده. انتظار نداشته باش همیشه خوشی داشته باشی. یک روزی دوستانت از تو جدا خواهند شد، یک روز دیگه این خانواده اون خانواده قبلی نیست، یکی فوت میکنن از دنیا میرن، این جوانی برای تو نخواهد ماند، این پست و مقام برای تو نمیماند. همان گونه‌ای که نقطه مقابلش اگر در غم و غصه این غم و غصه پایان خواهد یافت و این مصیبت پایان خواهد یافت و این شب تاریک و سیاه یک روزی طلوع خواهد کرد. سیجعل الله بعد عسر یسرا، الله تعالی بعد از هر سختی آسانی خواهد آورد. فإن مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، بعد هر سختی آسانی است، بعد از هر سختی آسانی است. اینها وعده های الهی است. هرگز حال انسان یک حالت نخواهد ماند، این هرگز یک حالت باقی نمیماند، این حالت عوض میشه. پس ناراحت نباش، پس اندوهگین نباش، پس قصه نخور و مغرور هم نشو. همیشه اعتدال رو رعایت بکن، همیشه این رو مد نظرت داشته باش و به الله متعال خودت رو بسپار. واللائی یئسن من المحیض، و زنهایی که، این آیات در بین احکام طلاق، چقدر عجیبه این آیه، این سوره. الله متعال احکام تلخ طلاق رو میاد مطرح میکنه و در میان اینها آیاتی مطرح میشه شیرین تر از عسل که اون تلخی احکام طلاق رو به وجود انسان شیرین میکنه. یک حقیقت تلخ از طلاق، یک راه حل برای برون رفتن با الله متعال در آیات طلاق. وقتی این آیات رو مطرح میکنه عجیب است. حتی در حالت طلاق هم تو نباید ناامید بشی،
بنده مومن وقتی الله داره چرا ناامیده؟ چرا خواهر من ناامیده از اینکه تو رو طلاق دادن؟ چرا باید ناامید باشی؟ هیچ مردی، هیچ زن مسلمانی نباید ناامید بشه. ناامیدی کفر است. ناامیدی از رحمت الله متعال و سلاح شیطان است و نباید به شیطان اجازه بدی. با توکل به الله متعال. واللائی یئسن من المحیض، زنهایی که از حیض ناامید شدن یا یائسه شدن، یعنی ناامید شدن، اینها عدهشون چی میشه اگه طلاق داده شدن؟ اینا که عادت ماهانه ندارن. واللائی یئسن من المحیض من نسائکم، اون زنانی که از حیض ناامید شدن از زنان شما، ان ارتبتم، اگر متردد شدید که عده آنها چه خواهد بود، فعدتهن 3 اشهر، 3 ماه رو عده میگذرانند. واللائی لم یحض، همینطور زنهایی که حیض نمیشن، حالا به خاطر کم سنیشون یا بیماری. با اولات الاحمال، و کسانی که هم در شکم دارن، زنهایی که حامله هستن، اجلهن ان یضعن حملهن، اینها عده آنها این است که حملشون رو متولد کنن. عده اینها زایمان فرزندشون است. هر وقت بعد چشون به دنیا آمد عدهشون به پایان میرسه و میتونه هم مرد دیگری بیاد باش ازدواج بکنه. این عده به این خاطر است که بعد از اون حکمت ها داره الله متعال که خودش بهتر میداند. ما ولو اینکه حکمت هاش رو ندونیم هم میپذیریم، دستور الله تعالی است و بعد از عده میتونه مرد دیگری خواستگار بشه برای این زن. و من یتق الله یجعل له، دوباره یک حکایت دیگر، و من یتق الله یجعل له من امره یسرا، هر کسی که تقوای الله متعال رو پیشه کنه کارهای سخت او رو آسان خواهد کرد. اگر کار تو سخت شده، اگر در زندگی خودت به سختی خوردی، و من یتق الله یجعل له من امره یسرا، هر کسی که تقوای الهی پیشه کنه الله تعالی برای او آسانی می آورد. تقوا تقوا تقوا. و من یتق الله یجعل له مخرجا و ما یرزقه من حیث لا یحتسب. و اینجا فرمود و من یتق الله یجعل له من امره یسرا، هر کسی که تقوا پیشه کنه کارهاش آسان میشه. اگر میخوای کارها در زندگی تو آسان بشه، رابطه خودت رو به الله متعال که خالق کارهاست و آسمان و زمین خوب کن تا خوبی ببینی، آسانی ببینی. ذلک امر الله انزله الیکم، این دستور الله تعالی است که بر شما نازل کرده است. و من یتق الله، و باز هم برمیگرده حکایت به تقوا. و من یتق الله یکفر عنه سیئات، هر کسی که تقوا پیشه کند الله تعالی تمام گناهان او را میبخشد. و وقتی گناهان او رو ببخشه معنی است که او رو دوست داره، و وقتی که بنده ای رو دوست داشته باشه او رو سرشار نعمت خواهد کرد، خوشبخت دنیا و آخرت خواهد نمود. الله متعال دوستانش رو تحویل میگیره. خیلی. و من یتق الله یکفر عنه سیئاته، و هر کسی که تقوا پیشه کند الله تعالی تمام گناهان او را خواهد بخشید. و یعظم له اجرا، و اجر و پاداش او را عظیم میگرداند. و اجر و پاداش عظیمی در انتظار اوست که جنت الفردوس است. یک خواسته و پاداش های مختلف تقوا. و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. و من یتق الله یجعل له من امره یسرا. و من یتق الله یکفر عنه سیئاته و یعظم له اجرا. یک شرط و پاداش های مختلف، بخشیدن گناهان، پاداش عظیم، آسان کردن کارها، راه برون رفته از مشکلات، رزق و روزی از جایی که انسان گمانش رو نمیکنه، و ده ها وعده دیگر که آیات دیگر در قرآن کریم درباره تقوا است. اینها همه نشان از این داره که تا رابطه خودت رو با الله متعال خوب نکنی انتظار خوبی نداشته باش. تو به سمت الله متعال پیش بیا و الله متعال ببین که چگونه مشکلات تو رو حل خواهد کرد. این حلال مشکلات است. کلید تمام مشکلات تقوای الهی است. اطاعت کن از دستورات الله متعال و پرهیز کن از آن چه الله متعال تو رو از آن منع کرده، تا در دنیای خودت تحول ببینی، تا در زندگی خودت تحول ببینی، تا ببینی که چطور الله متعال سر نعمت های خود رو، زندگی تو رو پر از نعمت خواهد کرد. خوشبخت و سعادتمند خواهی شد، ولو اینکه به مانند یوسف علیه السلام در قعر چاهی باشی و مشکلات از همه طرف به تو حمله کرده باشند. از الله متعال میخوایم که ما شما توفیق تقوای حقیقی عنایت بفرماید تا نتایج تقوا رو مشاهده بکنیم. از اینکه تا این لحظه برنامه خودتون رو یاری کردید نهایت سپاس رو دارم و تا برنامه بعد همه شما عزیزان رو به الله متعال میسپارم. الله یار و نگهدارش. نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني وكان لي
السبيل إلى المعالي.